چرا وقتی ماهی میخریم آب کیسه حملش رو نباید داخل آکواریوم خالی بکنیم؟ این یکی از سوالاتی بود که چند وقت پیش یکی از بچه‌ها توی کامنت ها از من پرسیده بود و گفته بودش که بیماری‌ها بیشتر از طریق ماهی‌ها منتقل میشن یا از آب ماهی منتقل میشن. حقیقت اینه که از هر دو منتقل میشن، یعنی هم از طریق ماهی هم از طریق آب حمله، یعنی اون آب کیسه حمل ماهی قابلیت انتقال رو داره. من یه مثال میزنم خدمتتون تا اینکه شما بیشتر آشنا بشین با بعضی از عوامل بیماریزا. خب یکی از اون عوامل بیماریزایی که خیلی باش درگیر میشن لرنه‌آ یا همون کرم قلاب داره. خب لرنه‌آ یا کرم قلابدار تو مراحل خردسالی و نوزادی که داره قبل از اینکه برسه به سن بلوغ به صورت میکروسکوپیه و شما اون رو نمیبینین، یعنی به صورت میکروسکوپی قابلیت دیدن داره، شما با چشم نمیبینینش. وقتی که به سن بلوغ هم رسیدن باز هم قابلیت رؤیت به وسیله چشم غیر مسلح رو ندارن. نر و ماده جفتگیری میکنن، نر میمیره، ماده به بدن ماهی میچسبه و رشد میکنه و اون موقع شما اون رو میبینین. این یکی از بیماری هایی بود که این حالت رو داره. خیلی از بیماری های دیگه هستن، مثلا نوزاد ایک یا خیلی از بیماری های دیگه که بخشی از مراحل زندگیشون داخل آب میگذره و رو بدن ماهی نیست و شما فکر میکنین که ماهی سالمه، در صورتی که آب آلوده است و شما با انتقال آب میتونین آکواریوم رو آلوده کنین.